بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، در ادامه بحث های آموزشی ما در قسمت ویدیو قبلی درباره انواع لاین ها در برنامه اتوکد همراه شما صحبت های داشتیم و امروز انشاءالله میخوایم که درباره نحوه ترسیم دایره در برنامه اتوکد و همچنین درباره انواع امکاناتی که برای ترسیم یک دایره در برنامه اتوکد برای ما فراهم شده صحبت کنیم و از این جمله کمپانی اتودکس در برنامه اتوکد خود با در نظر داشت تمام شرایطی که برای یک دیزاینر و برای یک طراح در زمان طراحی نیاز است تا نظر به شرایط با نیازمندی هایی که طراح داره بتونه یک دایره رسم کنه 6 گزینه رو برای ما فراهم کرده که این 6 گزینه یعنی 6 نحوه مختلف ترسیم دایره نظر و شرایط طراحی می باشه که گزینه اول که است سنتر اند ریدیوس یعنی یعنی در زمان ترسیم این نوع دایره ما باید نقطه مرکز دایره رو مشخص کنیم و همچنین شعاع دایره رو و گزینه بعدی که است سنتر اند دیامتر است که یعنی در این نوع ترسیم دایره ما باید مرکز دایره رو تعیین کنیم و همچنین وتر دایره رو و نوع سوم که است 2 پوینت است یعنی زمانی که ما بخوایم این نوع دایره رسم کنیم باید به اصطلاح 2 نقطه محیط دایره را باید تعیین کنیم در زمان ترسیم دایره و ترسیم دایره بر روش 3 نقطه که باید 3 نقطه محیط دایره تعیین کنیم و همچنین 2 مماس و شعاع دایره و همچنین 3 مماس. خب دوستای عزیز، به خاطر فهم بیشتر از این موضوعات ما هر 6 گزینه را به قسم سوال ها و همچنین سمبل ها و مثال های بسیار ساده برای شما اجرا میکنیم تا برای شما بیشتر مفهوم شود و تمام از این موضوعات برای شما واضح تر شود. خب در قسمت اول که است طریقه ترسیم دایره به روش سنتر اند ریدیوس، وقتی ما بالایش از کلیک چپ کنیم این گزینه فعال میشه و در بخش دیسکریپشن برای ما گفته specify center point for circle یعنی گفته که نقطه مرکزی یا مرکز دایره که میخواین ترسیم کنین رو انتخاب کنین. خب با کلیک راست را انتخاب میکنیم و شعاع دایره رو بعد از ما میخواد ما میتونیم هم به قسم فرضی را تعیین کنیم و هم میتونیم به اصطلاح یک قیمت برش بدیم، مثلا میگیم که 100 واحد. خب یک دایره برای ما رسم شد، میبینیم که واقعا 100 واحد است یا نه. بله دوستا، اینجا وقتی که ما شعاع دایره را اندازه گیری کردیم میبینیم که آر مساوی میشه و 100 واحد نمایش میده. خب این یک طریقه ترسیم دایره بود. طریقه دوم ترسیم دایره دوستای عزیز سنتر اند دیامتر. ما بازم از طریق وقتی بخوایم یک دایره رسم کنیم از اول باید نقطه مرکزی رو انتخاب کنیم. خب دوستای عزیز، در این قسمت اول وقتی که ما دایره رسم کردیم دیدیم که فقط شعاع دایره رو ما در نظر گرفتیم. خب در این قسمت که است ما وتر دایره را در نظر میگیریم که وتر از شعاع از دایره با 100 وتر از میدیم چقدر 200 واحد. دوستای عزیز متوجه هستن که هر دو دایره اندازش یک چیز است یعنی با هم دیگه مساوی است. خب ما این را اندازه گیری میکنیم. بله دوستا، وتر دایره مساوی است به 200 واحد. خب این طریقه دوم ترسیم کردن دایره و طریقه سومش که هست 2 پوینت است یعنی 2 نقطه محیط دایره رو باید تعیین کنیم. مثلا ما 2 دانه خط داریم فرضاً
دو دانه خط داریم و میخوایم یک دایره رسم کنیم که محیطش به اصطلاح دو نقطه تقاطع با این دو خط داشته باشه. در این قسمت مماس مهم نیست، فقط تقاطع داشته باشه. خب دو پای اگه یک نقطه تماسش با این قسمت باشه، یک نقطه تماسش با این قسمت. دوستا متوجه هستن که در اینجا دیگه به اصطلاح مماس بودن مهم نیست، فقط امو قسمت محیط دایره را که شما میخواین که با این خط به اصطلاح وصل شوه، فقط امون نقطه را وصل میکنه و دیگه برش مهم نیست که خطوط قطع میکنه یا نه. خب این طریقه سوم. و طریقه چهارم دوستا، مثلا به فرض ما داریم 3 قطعه خط داریم، ما 3 قطعه خط رسم میکنیم. خب و گزینه چهارم 3 پوینت، خب میگم که یک نقطهش در اینجا باشه، یک نقطهش هم در اینجا باشه و یک نقطهش هم در اینجا باشه. ببینید دوستا یک دایره رسم کرده که به اصطلاح 3 نقطهش روی از این خطوط قرار داره و مهم نیست که به اصطلاح این خطوط را قطع کنه و یا نه. اما دوستای عزیز، این 4 روش ترسیم دایره است. در روش به اصطلاح پنجم و ششم ما فرضاً داریم یک خط فرضی در اینجا و یک خط فرضی هم در اینجا. ما میگیم که ما دایره میخوایم ترسیم کنیم که 2 مماس داشته باشه و یک و ردیوس و یا شعاع از دایره رو ما تعیین کنیم. از اول میگیم یک مماس با این خط داشته باشه و یک مماس هم با این خط. و حال میگه که شعاع دایره تعیین، مثلا ما میگیم که شعاع دایره است مثلا 120 واحد. دوستا اگر دقت کنیم ببینید که دایره رسم میکنه که با این خطوط مماس داشته باشه، یعنی قطع نکنه، مماس داشته باشه و شعاع دایره را متعین. حال وقتی که شعاع دایره را ما اندازه گیری کنیم دوستا میبینیم که شعاع دایره چقدر است که بله، شعاع دایره 120 واحد است و با این 2 خط مماس. و نوع سومش که دوستا 3 دانه خط فرضی ما رسم میکنیم. خب میگیم که یک دانه دایره برای ما ترسیم کن که مثلا یک مماس با ای، یک مماس با ای، یک مماس هم با ای. یک قسمت فقط 3 دانه مماس برای شما برای از دایره تعریف میکنین و خود برنامه اتوکاد به قسم اتومات یک دایره ترسیم میکنه که با هر 3 از خطوط مماس باشه. خب دوستای عزیز، این بود 6 روش ترسیم دایره در برنامه اتوکاد و امیدوارم که برای شما مفید واقع شده باشه. و دوستای عزیز، ما منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظریات خوب شما هستیم و ما را امیدواریم که در پیج و صفحه ما دنبال کنید و تا برنامه بعدی و آموزش بعدی خدایا رو نگهدارید.